إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأوصيكم أيها الإخوة والأخوات ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والعض على دينه بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. برادران عزیز و خواهران محترم، اساسی ترین موضوعی که برای انسان مسلمان دانستن از او بسیار ضرور است و انسان مسلمان برای فهم از او باید سعی و تلاش بکنه، شناخت خالق متعال است، الله سبحانه و تعالی. وقتی یک انسان مسلمان الله را شناخت، الله را با تمام صفات شناخت، رابطه بسیار قوی با خالق خود می داشته باشه و شناخت حقیقی الله سبب از این میشه که انسان از خطرناکترین گناه که شرک است نجات پیدا بکنه، از ظلم بسیار بزرگ. ان الشرک لظلم عظیم. الله متعال میگه که ظلم خب بسیار زیاد است. یک کسی قتل میکنه، این ظالم است، ظلم کرده. یک کسی زنا میکنه، به نفس خود ظلم کرده. یک کسی حق کسی را میخوره، در مقابل یک شخص ظلم کرده. اما ظلم بسیار خطرناکه که در حق الله تجاوز کرده، این شرک است. ان الشرک لظلم عظیم. حالا هر کسی میخواد که از این ظلم خطرناک، از شرک نجات پیدا بکنه. هیچ مسلمانی در روی کره زمین یافت نمیشه که او علاقمند ازی باشه که به الله شرک بیاره. هر کسی سعی و تلاش میکنه، میگه ما باید از شرک نجات پیدا بکنم و ما باید یک موحد حقیقی باشم. لکن مشکل در چی هست که بسیاری از مسلمان ها در شرک مبتلا میشن؟ مشکلشان در این است که در هر مسائل بسیار تحقیق میکنن، بسیاری مسائل زیاد سرش بحث میشن، اما آنچه که او در خطبه ها گفته نمیشه و متاسفانه شما در مساجد وقتی که میرین، در بسیاری از مساجد وقتی که برین، از هر چی صحبت میشه، از حقوق انسان، از حقوق بشر، از حقوق طفل، از حقوق زن، از همه چیز صحبت میشه، از حقوق والدین، از پدر، از مادر. من نمیگم که انسان نباید در این مسائل صحبت بکنه، ولی درباره الله و حقوق الله و اسماء الله و صفات الله بسیار کم صحبت میشه. و از این خاطر است که وقتی میخوایم که هدایت شویم، راه هدایت پیدا بکنیم. نجات از شرک در کدام وقت پیدا میشه؟ وقتی که رابطه انسان با خالقش بسیار قوی باشه. اذا تکرر الکلام علی اللسان، این علما میگن، عرب ها میگن وقتی که یک کلام در زبان زیاد تکرار شد، استقر فی القلب. قلب انسان مثل یک حوض است. در این حوض از 4-5 جهت که است، نلها میه و به این حوض آب میره. حالا اگر شما گوشتان اسما و صفات الله را میشنوه و با زبانتان ذکر نام الله میشه و با چشمتان در قرآن اسماء الله را میبینین و درباره ازی تفکر و تدبر میکنین و با دستت قرآن میگیری، مسح میکنی قرآن، بناهن وقتی تمام حواس تو که قلب تو مثل یک ظرف از آب است، یک حوض از آب است، وقتی که دیگه از چندین طرف کلش اما تو آب پاک میایه، پس اینجا در داخل از این حوض، در داخل قلب چی پیدا میشه؟ قلب انسان یک قلب سلیم مبدل میشه و در روز قیامت کی نجات پیدا میکنه؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. یگانه کسی که در روز قیامت نجات پیدا میکنه کسی است که در روز قیامت با الله با قلب سلیم ملاقات بکنه. و قلب سلیم علما چه قسم تعریف میکنن؟ میگن قلب سلیم قلبی است که از شبهات و از شهوات دور باشه. شبهات چی است؟ در اسماء الله شبهه ایجاد میکنه شیطان، به عوض از که انسان در مشکلات خود به الله مراجعه بکنه،
به مخلوق مراجعه میکنه. وقتی که به عوض از که عظمت الله را یاد بکنه، عظمت مخلوق بیان میکنه. بسیاری جلسات از 2 ساعت 3 ساعت درباره یک مخلوق گرفته میشه و بزرگی از او، صفات از او بیان میشه. اما اگر صفات الله و عظمت الله و نامهای الله بیان شود، باز در قلب انسان چی میشه؟ عظمت خالق جای میگیره، باز شبهات کاملا از قلب دور میشه. نامی که امروز ما و شما از اسماء و صفات الله را سرش بحث میکنیم، یکی از نامهای الله چی است؟ التواب. التواب، کلمه تواب از توبه گرفته شده و توبه به معنای برگشت است، رجوع است. تاب الله و تاب المخلوق. کلمه توبه هم برای الله استعمال میشه و هم برای مخلوق استعمال میشه. تاب المخلوق، مخلوق توبه کرد. چی معنی؟ یعنی از گناهی که به او گناه مرتکب میشد، به گناهی که مبتلا هست، از این گناه رجوع میکنه، از معصیت الله به طرف رحمت الله مراجعه میکنه. وقتی که این انسان گناه میکنه مستحق عذاب میشه، مستحق دوزخ میشه، مستحق غضب الله میشه. اما وقتی که انسان توبه کرد، الله متعال این انسانی که به اساس گناه مستحق عذاب الله بود، مستحق غضب الله بود، مستحق دوزخ الهی بود، که توبه میکنه فتاب علیه، الله هم رجوع میکنه. مخلوق وقتی که از گناه رجوع کرد، الله متعال از عذاب خود رجوع میکنه، بالای از این غضب خود نازل نمیکنه. این انسانی که چند لحظه پیش مستحق غضب الله بود، با توبه چی میشه؟ مستحق رحمت الله میشه. پس وقتی انسان توبه میکنه، رجوع میکنه از معصیت خود، از گناه خود. و الله رحمان رحیم است. الله به اساس رحمت خود چی کرده؟ الله متعال دروازه توبه را باز گذاشته. تا چه وقت توبه مخلوق قبول میشه؟ تا زمانی که ما لم یغرغر. چی معنی ما لم یغرغر؟ یعنی تا وقت توبه مسلمان قبول میشه، تا وقتی که غرغره نشده، تا وقتی که ملک الموتی را خفک نکرده، میگه که فلانی را در عثمان در گردنش انداخت غرغرهش کرد، این از اینجا گرفته شده. تا وقتی که انسان غرغره نشده و خفک نشده و ملک الموت ندیده، تا این وقت الله متعال به اساس رحمت خود برای هر گناهکار، شاید یک کسی در مرض کفر مبتلا باشه، توبه میکنه به الله او را میبخشه. شاید یک نفر در شرک مبتلا باشه، وقتی که میشنوه که من در فلانی حالت در شرک مبتلا هستم، الله متعال برای فرصت داده میتونه از شرک خود توبه بکنه. کدام شرک قبول نمیشه؟ شرکی که با شرک بمره انسان. اما اگر در زندگی خود یک نفر ولو در خطرناکترین شرک مبتلا باشه، این نفر توبه میکنه، الله متعال ایره میبخشه. از این خاطر ببینین در اولین سه مخلوقی که در زمین بودن، آدم علیه السلام است و حوا علیه السلام است و ابلیس است. عرصه از اینا یک لغزش کردن. آدم علیه السلام هم لغزش کرد، بیبی حوا هم لغزش کرد و ابلیس هم لغزش کردن. الله متعال بر ما و شما این سه مثال پیش میکنه. خب آدم علیه السلام لغزش کرد، یعنی انسان مردها از پیششان غلطی و اشتباه و لغزش میشه. بیبی حوا لغزش کرد، خانمها هم از پیششان اشتباهات میشه. ابلیس هم لغزش کرد، جنها هم مرتکب گناه و اشتباه و لغزش میشن. لکن فرق بین از اینا چی بود؟ که وقتی آدم و حوا فهمیدن که ما اشتباه کردیم، فهمیدن ما غلطی کردیم، فهمیدن از پیش ما لغزش شد، یا آمدن فتلقى آدم من ربه کلمات، الله به اساس رحمت خود کلماتی رو بر از اینا یاد داد که اگر از این کلمات شما استفاده کنین، پس الله رجوع میکنه و شما را توبیتان قبول میکنه. الله متعال برشان
تعلیم داد. فتلقى آدم من ربه، یاد گرفت آدم علیه السلام از پروردگار خود کلمات. این کلمات چی بود؟ این کلمات عبارت از این بود که الله متعال برشان تعلیم داد که بگوین که ربنا، ای پروردگار ما، ظلمنا انفسنا، ما ظلم کردیم بر نفسای خود، و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر پروردگار ما را مغفرت نکنی و رحمتت بالای ما نازل نکنی، لنکونن، ما حتما می باشیم از جمله من الخاسرین. اینجا الله متعال میگه فتاب علیه، پس الله برگشت کرد، رجوع کرد از گناهی از اینا، پس اینا را بخشید. انه هو التواب الرحیم، یقینا که الله متعال پذیرنده توبه هست، الرحیم و بسیار مهربان است. یعنی الله متعال میگه که من مثل صفات مرا با صفات مخلوق تشبیه نکنین. شما در مقابل یک مخلوق اشتباه کردین، پیش از این مخلوق میرین، اما میترسی که من خود در حق از اشتباه کردم، این شاید اگر ما برم برش بگویم که مرا ببخش، شاید مرا انوز کت سیلی بزنم، مرا شاید دروازه خانه خود سرم بسته کنه، شاید مرا اجازه نده. الله متعال میگه که نه، الله متعال پذیرنده توبه هست، در عین حال که پذیرنده توبه هست، الرحیم هم است، مهربان است. این توبه تو را به اساس رحمت خود میبخشه. پس هیچ وقت باید از رحمت الله ناامید نشی. از این خاطر وقتی که قرآن باز میکنیم، ولو که هر قدر گناهکار باشیم، ولو هر قدر اشتباه کردیم و میفهمیم که مستحفت ذاتی الله هست، الرحیم صفت فعلی الله است، یعنی به او الله که ذاتش ذات مهربان است و او الله که به بنده های خود به اساس رحمت خود معامله میکنه. انه هو التواب الرحیم، یقینا که الله پذیرنده توبه هست. یعنی چی است؟ یقینا که الله مهربان است. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل الله سر شما نمی بود و رحمت از الله نمی بود، شما به بسیار مشکلات مبتلا میشین. لکن الله متعال میگه و ان الله تواب حکیم. در جای دیگه قرآن میگه که الله تواب است، بسیار پذیرنده توبه هست. اگر اشتباه کردی، اگر غلطی کردی، اگر در بالای نفست ظلم کردی، اگر در کفر مبتلا شدی، اگر در شرک مبتلا شدی، اگر در کبائر مبتلا شدی، اگر در صغائر مبتلا شدی، در هر حالتی که به کدام گناهی مبتلا شدی، باید به یاد داشته باشی که الله التواب است، بسیار پذیرنده توبه است، و حکیم است، بسیار با حکمت است. به اساس حکمت خود برای بنده های خود، به اساس رحمت خود چی کرده؟ دروازه توبه را برای بنده های خود باز گذاشته است. علما میگن وزن تواب به وزن فعال صیغه مبالغه است، یعنی بسیار پذیرنده توبه. یغفر الذنوب مهما کثرت و مهما کبرت. تواب یعنی از نگاه حجم گناه و از نگاه کثرتش میگن تواب. چرا؟ صفت الله است که میبخشه گناه را، مهما کثرت، هر قدر گناه زیاد باشه، و مهما کبرت، هر قدر گناه بزرگ باشه. این صفت الله متعال است که بنده های مؤمن ازی به رحمت الله متعال همیشه امیدوار می باشه و از صفت رحمت الله متعال استفاده میکنه. علما میگن که در توبه رحمت الله را شما ببینید در صفت تواب الله. اول میگه چی است که الله متعال برای انسان مسلمان اجازه توبه را میده. یعنی اگه دروازه توبه را سر ما بسته میکرد و برای ما میگفت که اگر گناه کردی، اگر اشتباه کردی، اگر نافرمانی مرا کردی، معصیت کردی، گپ مرا، امر مرا قبول نکردی و ما برات یک چیز گفتم و تو کار دیگه کردی و برات گفتم این گناه را نکو، این گناه را تو انجام دادیم، اگر الله دروازه را بسته میکرد ما و شما هیچ راهی نداشتیم و رسوا بودیم و بیاب بودیم و در روز قیامت به سختی های بسیار زیاد
مواجه می بودیم و در زندگی هم همیشه تشویش می داشتیم که فلان گناه از پیش ما شد، حالا من چطور کنم؟ علما میگن که نه، الله متعال اول اجازه توبه رو برای بنده های خود داده. برای بنده های خود چی میگه؟ یرید الله لیبین لکم، الله اراده نموده است تا بیان بکنه برای شما، و یهدیکم، و شما را هدایت بکنه، سنن الذین من قبلکم، بر راه و روش کسانی که قبل از شما بودن، راه پیغمبرا، راه نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین بر شما نشان بده، و یتوب علیکم، و همچنان الله متعال اراده کرده هست که اجازه داده است بر شما چی که توبه شما را قبول بکنه. این را اجازه توبه را بر شما داده. والله علیم حکیم، الله علیم است و حکیم است. الله عن انس رضی الله عنه، انس رضی الله تعالی عنه چی میگه؟ میگه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه من شنیدم از رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث قدسی. حدیث قدسی و حدیث میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که قال الله تعالی، میگه الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما خبر میده که ای امت ما، الله متعال چی میگه؟ یبن آدم، ای فرزند آدم. این سخن الله است، رسول الله صلی الله علیه و سلم. و ما ینطق عن الهوا، رسول الله صلی الله علیه و سلم از خواسته های نفس خود سخن نمیگفت. ان هو الا وحی یوحى، بالایش وحی میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الله متعال میگه که یبن آدم، ای فرزند آدم، انک ما دعوتنی، تو هیچ وقت دست دعا را به بارگاه ما بلند نکردی، و رجوتنی، و هیچ وقتی از ما امید مغفرت را نکردی، مگر این که غفرت لك علی ما کان منک ولا ابالی، من می بخشم بر تو هر گناهی را کردی و من هیچ پروایش ندارم. یبن آدم، ای فرزند آدم، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر گناههای تو به نزدیک آسمان برسه، ثم استغفرتنی، باز روی به طرف ما کردی و با بارگاه ما روی تا آوردی و زبان و قلب توبه و مغفرت باز کردی، ثم استغفرتنی، باز از من مغفرت خواستی، غفرت لک، بر تو می بخشم ای اولاد آدم. یبن آدم، ای فرزند آدم، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر به اندازه زمین گناههای تو شود، ثم لقیتنی، باز همراه من ملاقات کرده ای، لا تشرک بی شیئا، در حالی که به ما چیز را شریک نکرده باشی، لاتیتک بقرابها مغفرتا، بمو اندازه زمین بر تو چی میکنم؟ مغفرت میتم. رواه الترمذی و قال حدیث حسن، و شیخ البانی هم ایره میگه که حدیث صحیح هستی، حدیثی که ایره رسول الله صلی الله علیه و سلم. و قراب الارض به معنای پری زمین از گناه، یعنی الله متعال میگه اگر گناههای تو به اندازه پری زمین هم باشه، ما رحمان الرحیم هستم، ما غفور هستم، ما تواب هستم، دروازه توبه ما باز است بر بنده های ما. ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، بر بنده های ما برسان که ای بنده گناهگار، ای بنده مجرم، ای بنده که اشتباه کردی، اشتباهات تو هر قدر زیاد باشه، لکن تمام اشتباهات تو و گناههای تو اگر در یک پلی ترازو گذاشته شود، در مقابل از او اگر قطره از رحمت ما گذاشته شود، ای چی میشه؟ این رحمت ما بر از او سبقت میکنه و او گرنگ میشه. رحمت الله بسیار زیاد است. این خطاب است برای دعوتگرای اسلام که ای دعوتگرای اسلام، شما زود کسی را که پیشتان میایه
اشتباهی میکرده باشه زود دل از او را از الله و از دین الله سیا نکنین. الله را برش معرفی بکنین که الله تواب است، الله رحیم است، الله رحمان است، الله غفور است، الله غفار است، الله بخشاینده و مهربان است. الله ذاتی است که ولو گناه یک کسی به پوری کره زمین باشه الله متعال او را میبخشه. و رحمتی وسعت کل شیء، الله متعال میگه دروازه رحمت مرا بر روی بنده های من بسته نکنین، رحمت من احاطه کرده همه را. به اساس رحمت الله ما و شما میخوریم، به رحمت الله می نوشیم. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم تو که بر دشمنان نظر داری. الله متعال اول اجازه توبه میده بر بنده های خود، دوم برشان بیان میکنه که من اراده دارم که توبه شما را بپذیرم به اساس رحمت خود. از این خاطر او انسان گناهکار، او انسانی که از پیش تو اشتباه شده، او انسانی که از پیش تو غلط شده، اگر هر قدر غلطی کردی دربار ما رحمت ما دروازه توبه ما 24 ساعت برای تو باز است، دروازه توبه ما باز است. الله متعال چی میگه؟ والله یرید ان یتوب علیکم، الله اراده کرده است که توبه های شما را بپذیره. و یرید الذین یتبعون الشهوات، اما کسانی که متابعت از شهوت ها و خواسته های نفسی خود میکنن اونا چی اراده میکنن؟ ان تمیلوا میلا عظیما، اونا میخواهد که شما کجروی بکنین، راه غلط استفاده بکنین و بسیار از رحمت الله خود دور بسازین. شما از او خاطر تحت تاثیر از اونا نشین، بلکه الله متعال چی کرده؟ الله متعال ما را امر میکنه تا که توبه بکنیم، تا که توبه ما را بپذیرن. از این خاطر علما میگن که بعد از هر گناه بالای انسان فرض میشه که توبه بکنه. هر مرتبه که انسان گناه میکنه، بعضی کسا میگه من باشه یک 20 گناه بکنم، 30 گناه بکنم، 40 گناه بکنم، باز در آخر از توبه میکنم. در حالی که وقتی گناه کردی مستقیما بعد از این گناه بالای تو توبه فرض میشه که باید توبه بکنی و اگر نمیکنی باز گناه تو دو چند میشه، یک جرم گناه تو، جرم دومی که تو توبه نکردی و امر الله را شکستاندی. الله متعال سومین نقطه تواب است. به خاطر چی؟ به خاطر که بنده های خود تشویق میکنه به توبه. عن ابی حمزه انس بن مالک الانصاری خادم رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، انس بن مالک رضی الله تعالی عنه میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود لله افرح بتوبت احدکم. سبحان الله، وقتی انسان آیات قرآن بخوانه، وقتی انسان احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوانه و در این آیات و احادیث رحمت الله را مشاهده میکنه، رحمت الله را احساس میکنه و آنچه که الله و رسولش میگه. یک بنده هست، شما سهل کنین گناهکار است، وقتی انسان یک گناه میکنه و گناه خود در مقابل چشمان خود میاره و اونجا میبینه که عذاب الله چقدر سخت است و دوزخ الهی را در مقابل چشم خود میاره و میبینه که آتش دوزخ چقدر سخت و سوزنده هست، عذاب قیامت چقدر سخت است و ما چقدر با این اشتباهی کردیم مستحق غضب الله هستم. اما الله متعال به اساس رحمت خود چی میگه؟ که اینمی تو بنده گناهکار، اینمی تو بنده که از پیشت غلطی شده، اینمی تو بنده که مستحق دوزخ هستی، اگر توبه میکنی الله متعال تو خوشحال میسازی، غضب الله را از سر دور میکنی. لله رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الله یقین داشته باشین که الله افرح به توبت عبده، میگه الله آنقدر از توبه بنده خود خوشحال میشه
من احدکم سقط علی بعیره. یک مثال بیان میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه تصور کنین که الله از توبه بنده خود چقدر خوشحال میشه. این بنده که گناه کرده، این بنده که اشتباه کرده، این بنده که مستحق غضب الله است، این بنده که مستحق عذاب الله است، این بنده که احساس میکنه که ما خو کاری کردیم که الله از پیش ما خفه هست، آزرده هست، غضبناک است. لکن رسول الله صلی الله علیه و سلم بر از این پیام میده که الله از توبه تو چقدر خوشحال میشه. میگه تصور بکنین یک شخص از شما سقط علی بعیره و قد اضله فی ارض فلات. میگه یک شخص در یک دشت روان است، امرایش یک وسیله ترانسپورتی است. در سابق شطور بود، حالا تصور بکنین موتر امرایش است. در بین موتر لپتاپش هم است، پیسهش هم است، در طول بکس موترش کل غذا و همه چیزش هم است. و ای در یک دشت بسیار خطرناکه که اونجا نه آب است نه غذا هست و سفر بسیار طویل است، در اینجا در حرکت است. یک وقت در یک جای میرسه، از موتر خود یا از شتر خود یا از اون وسیله ترانسپورتی خود پایان میشه، پس که سیل میکنه که وسیله نیست. کسی که سر شتر سوار است شترش گم است، کسی که موتر داره موترش گم است. تا میده و بالا میده و این طرف میره این طرف میره، بالاخره گشنگی، تشنگی، سختی، دشت را کل از این مشکلات تصور میکنه. بالاخره میبینه که هیچ چیزش هم پیدا نشد. بالاخره دست پشت یک درخت قرار آمد، تکیه میزنه، دو یک دیوال تکیه میزنه، ناامید است از همه چیز. یک مرتبه چشم خدا باز میکنه که میبینه امی شترش در مقابلش استاده است، یا چشم خدا باز میکنه میبینه که این موترش روبرش استاده است، کل چیزش هم. میگه این انسان از دستی که بسیار خوشحال میشه، زبانش غلطی میگیره، لکنت میگیره، به عوض از اینکه بگه که یا الله تو رب ما هستی و من بنده ایت هستم، میگه از ور خطایی میگه که یا الله تو بنده ایم هستی من ربت هستم. اشتباه میکنه، استغفر الله. از دست خوشی زیاد، از دست ور خطایی زیاد، از دست تعجب زیاد. میگه امی حالت شما تصور بکنین که بنده‌ای که توبه میکنه به می اندازه الله متعال از پیش ازی خوشحال میشه. و اینجا هست که الله متعال چی میکنه؟ لله اشد فرحا بتوبت عبده حین یتوب الیه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه در حدیث صحیح مسلم، میگه الله آنقدر خوشحال میشه به توبه بندش وقتی که بندش توبه میکنه. کان علی راحلته بارض فلات. میگه در بالای امو سواره خود سوار است در یک زمین، یک صحرای خشکه. فانفلتت منه و علیها. میگه ای از پیشش رفتی وسیله ترانسپورتش، و علیها طعامه، دو طعامش هم بود، و شرابه و نوشابهش هم موجه بود. فایس منها، از بسیار میگه ناامید شد. فاتا شجرتن، آمد پیش یک درخت. فاضطجع فی ظلها، در اموسایی از او قرار تکیه کرد. وقد ایس من راحلته، و از امی سواره خود ناامید شده. فبینما هو كذلك، میگه ای دمی حالت می باشه، اذ هو بها قائمت عنده، که او در مقابلش اموت استاده هست. فاخذ بختامها، از امور اسمانش میگیره. ثم قال من شدت الفرح، از بسیار خوشحالی میگه اللهم انت عبدی و انا ربک. اشتباه میکنه، اخطأ من شدت الفرح، میگه ای از شدت خوشی به می اندازه میگه ای ور خطا میشه. پس الله متعال این مسلمان ها را تشویق میکنه که اگر شما گناهکار هستین، شما در مقابل خالق رحمان، خالق رحیم، خالق غفور، خالق غفار، خالق تواب، خالق لطیف، در مقابل از این قرار دارین که تمام صفات عالی را دارم. از این خاطر از رحمت الله ناامید نشین و به الله رجوع توبه را بکنین.
باز الله چرا چهارمین علتش الله چرا تواب است؟ به خاطر از این که الله متعال توفیق توبه به بنده خود نصیب میکنه. اگر توفیق الله نده هیچ وقت انسان توبه نمیکنه. التواب، علما میگن که التواب، تواب چی معنی؟ تفسیر حقی، یک مفسر از به نام حقی تفسیر داره، این نوشته میکنه، میگه التواب هو الموفق للتوبه بلطفه و کرمه. الله تواب است به خاطر از اینکه توفیق میده شما را به توبه به لطف و کرمش. ولولا توفیقه ما تاب مذنب قط. اگر توفیق الله نباشه هیچ گناهگار توبه نمیکنه. کما لا یتوب ابلیس لعدم توفیق. میگه به خاطر که ابلیس توبه نمیکنه. چرا؟ الله برش توفیق نداده. دیگه الله تواب است به خاطر از اینکه شما را اجازه توبه داد، اراده توبه را نمود، توبه شما را قبول میکنه. صفاتی که صفات رحمتش از او را براتان بیان کرد، در پالوی از او توفیق توبه هم بر شما داد. پنجمی علتش چی است که الله متعال این توبه را قبول میکنه. الله متعال میگه که الم یعلموا، آیا نمیدانند این مردم ان الله هو یقبل التوبه عن عباده، الله ذات است که قبول میکنه توبه را از بنده هاش، و یأخذ الصدقات، و صدقه های اینا را میگیره، و ان الله هو التواب الرحیم. و یقینا چرا الله توبه را قبول میکنه؟ به خاطر که تواب الرحیم است. علامه ابن قیم رحمه الله میگه و التوب فی اوصافه نوعان، میگه توبه در اوصاف الله دو قسم است. اذن به توبه عبده و قبولها، اول اجازه توبه را میته، باز برای بنده خود چی میکنه؟ قبول میکنه. چرا؟ به اساس ازی که الله متعال ذات است رحمان الرحیم. الله ذاتی هست که توبه مسلمان قبول میکنه. در آیات زیاد قرآن میخوانیم که تاب علیهم لیتوبوا، تاب علیهم، الم یعلموا ان الله هو یقبل التوبه غافر الذنب و قابل التوب. الله متعال بخشاینده گناهان است و قبول کننده توبه است، شدید العقاب است، ذی الطول لا اله الا هو الیه المصیر. از این خاطر الله متعال میگه که نبئ عبادی، خبر بتین بر بنده های من، انی انا الغفور الرحیم، یقینا که من هستم مغفرت کننده گناه ها و رحیم و بسیار مهربان هستم. از این خاطر الله متعال دروازه توبه را باز گذاشته برای مؤمنان، برای مجرمان، برای بدکاران، برای همهشان خطاب میکنه که و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. توبه بکنین به الله تمامیتان ای مؤمنان. این باز الله متعال میگه که وقتی تو گناه کردی مورد تنفر الهی قرار نداری، با توبه از نجات پیدا میکنی. به خاطر که الله ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. الله دوست داره کسایی که توبه میکنن، زیاد توبه میکنن، بعد از هر اشتباه به الله رجوع میکنن. و یحب المتطهرین، و دوست دارن کسایی را الله دوست داره که اونا میخواین که خدا پاک بسازن. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. ای مسلمانا الله را بشناسین که الله میخواه بر شما اراده آسانی کرده، ولا یرید بكم العسر، الله متعال بر شما سختی را اراده نکرده. یرید الله لیبین لكم و یهدیکم سنن الذین من قبلكم و یتوب علیکم والله علیم حکیم. الله علیم حکیم است. یرید الله ان یخفف عنکم، الله متعال میخواه که اسبار دوش شما را خفیف بسازه. و خلق الانسان ضعیفا، الله متعال میگه
من میفهمم که این انسانه که ما خلق کردیم ضعیف است. ضعفش چی است که بعضی اوقات در مقابل نفس خود نمیتونه خدا کنترل کنه، بعضی اوقات نمیتونه در مقابل وسوسه های شیطان خدا کنترل کنه. لکن الله متعال میگه که ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. الله نمیخواد که شما را در حرج پرده، در سختی پرده، دروازه ها را در مقابلتان بسته بکنه. ولکن یرید لیطهرکم، لکن الله میخواد که شما را پاک بگردانه. چرا جنت جای انسان های پاک است. اگر میخواین به جنت الله برین، با توبه میتونین که شما خدا از گناه ها پاک بکنین. ولیتم نعمته علیکم، الله میخواد که بر علاوه این نعمت های زیاد، نعمت های دیگی که نعمت بخشش است، نعمت مغفرت است، نعمت عفو است، نعمت توبه است، این هم بر شما داده است. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و سلم خطاب میکنه که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، بگو بر بنده های ما که اسرفوا علی انفسهم، بر نفس های خود زیاده روی کردن، اشتباه کردن، گناه کردن، گناه صغیره کردن، گناه کبیره کردن، در شرک مبتلا شدن، در کفر مبتلا شدن. بر از اینا بگو که شما توبه بکنید. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله ناامید نشوین. ان الله، یقینا که الله یغفر الذنوب جمیعا، تمامی گناه ها را میبخشند. انه هو الغفور الرحیم. برای علمای اسلام، برای دعوتگرای اسلام، برای کلی از اینا الله خطاب میکنه که بگوین، برای مردم بفهمانید که او مردم، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله ناامید نشین. بسیاری کسا هست برادرای عزیز، وقتی یک کسی یک اشتباه میکنه، یکی از دامهای شیطان انداختن انسان در گناه است. شیطان سعی تلاش میکنه اول انسان به گناه مبتلا کنه. دومین خطوه شیطان که الله میگه ولا تتبعوا خطوات شیطان، دومش چی است؟ وقتی که این انسان گناه کرد، شیطان دومین خطوه، دومین گام، دومین قدم، دومین برنامه شیطان چی است؟ باز میگه بر از گناهگار میگه که خلاص شدی، تو ناامید هستی، تو را الله نمیبخشه، تباه شدی، هلاک شدی. الله متعال میگه که شیطان دروغ میگه و کسی که تو را میگه که الله تو را نمیبخشه، این هم شاگرد شیطان است. الله متعال میگه که بگو بر بنده های ما که یا عبادی، او بنده ما، سعی کنین. یکی از مفسرین میگه شما سعی کنین، یک کسی زنا کرده، یک کسی شراب خورده، یک کسی قتل کرده، یک کسی بسیار گناه خطرناک کرده، بازم الله متعال به اساس رحمت خود نمیگه که بگو پیغمبر بر او زناکارا، نمیگه بگو بر از او شراب خورا، نمیگه بگو بر از او خیانتکارا، نمیگه بگو بر از او حرام خورا، بلکه الله متعال به اساس رحمت خود بازم بر از یا خطاب میکنه، با بسیار خطاب دوستانه میگه بگو برشان یا عبادی، ای بنده های من، ای بنده های من. او بنده های ما که شما از بندگی ما خارج نشدین، شما از رحمت ما خارج نشدین، شما از مغفرت ما خارج نشدین، برشان بگو که شما اسراف کردین در نفسهایتان، غلطی کردین. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله ناامید نشین. ان الله، یا الله ذات است با عظمت، الله ذات است رحمان، الله ذات است رحیم. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله تمامی گناه ها را میبخشه. انه هو الغفور الرحیم، الله غفور الرحیم است. در آیت دیگر میگه که و انیبوا الی ربکم و اسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب، پیش از اینکه سر شما عذاب بیایه به الله رجوع بکنین، پیش از اینکه ملک الموت جانتان بیایه پیش از شما به الله رجوع بکنین، پیش از او الله تسلیم شوین، برگردین و توبه بکنین.
واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، بعد از اینکه حق فهمیدین مطابقت بکنین از چیزهای خوبی که الله بر شما نازل کرده. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتة، پیش از اینکه عذاب یک دفعه ناگهان شما را بگیره. و انتم لا تشعرون، پس انسان مسلمان، انسان با دانش، انسان با درک، پیش از اینکه سرش عذاب بیایه و باز از بگه که یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله، باز وقت بگه که وا بدا به حال ما که من بسیار در حقوق الله افراد کردم، بسیار زیاده روی کردم. پیش از اینکه شما ایگه پاره بگوین، امیال بر شما فرصت است، از این فرصت استفاده بکنین. پس به بارگاه الله مراجعه بکنین. الله رحمان الرحیم است، الله غفور و مهربان است، الله بخشاینده است، الله مغفرت کننده است، الله پذیر زنده توبه است. دروازه رحمت الله باز است، دروازه مغفرت الله باز است، دروازه توبه الله باز است. این دروازه توبه برای گناهکاران است، خوشخبری هست برای گناهکاران که او گناهکار، او کسی که اشتباه کردی، او کسی که غلطی کردی، او کسی که معصیت کردی، او کسی که برای غلط رفتی، از رحمت الله ناامید نباش. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله تمام گناه ها را میبخشه به شرطی که خودت توبه بکنی، پشیمان شوی، طلب مغفرت بکنی، قصد بکنی که دیگه بعد از این من گناه نمیکنم. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. برادرای عزیز، هر خطبه را که ما و شما میشنویم باید در خطبه دومی نتیجه گیری شود که از این خطبه ما چی نتیجه گرفتیم و آیات قرآن که خوانده شد، احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله خوانده شد، از این ما چی درس گرفتیم. اگر این درس ها را نگیریم و در زندگی خود تطبیق نکنیم، مجرد شنیدن خطبه برای ما فایده نمیکنه و وقتی که از خطبه برآمدیم باز پس به حالت اولی خود برمیگردیم. از این چند درس میگیریم. درس اولی این را میگیریم که خالق متعال که ما و شما به او ایمان داریم و میگیم که لا اله الا الله محمد رسول الله، این خالق ما و شما بسیار مهربان است و ما و شما را بسیار دوست داره و میخواه که بالای ما و شما رحمت خود نازل بکنه و میخواه که ما و شما را به جنت خود ببره و میخواه که ما و شما سعادت دنیا و آخرت حاصل بکنیم. به این خاطر دروازه توبه خود باز گذاشته و نامهای خود که الرحمن است، الرحیم است، الستیر است، ستر کننده هست، گناه های ما را ستر میکنه. اگر هر کدام ما و شما گناه یک دیگه خود بفهمیم، اون گناهی را که ما مرتکب شدیم و الله متعال میدانه، شاید با یکی دیگه خود حتی سلام هم نتیم، سونش سلام نکنیم، لکن الله متعال به اساس رحمت خود ستر میکنه، میپوشانه، به اساس لطف خود، به اساس مهربانی خود او را بر ما و شما دروازه های توبه را باز گذاشته و الله متعال ای را میبخشه. درس دوم ای که درس است برای کسایی که گناهکار هستند. برای گناهکارا این درس هم میده که درست است، تو انسان هستی، از پیش تو اشتباه میشه، ما و شما معصوم نیستیم. شاید اگر امیال شما ببینین توبه میکنه، ما خدا هر مجلس خدا حداقل یک مرتبه دو مرتبه خب باید توبه بکنیم. دیگه درس است برای دعوتگرای اسلام، برای کسانی که عقیده درست یاد گرفتن. برای از اینا درس است که شما رحمت الله را بر مردم معرفی بکنیم، غضب الله را نگوین. اگر یک کس را دیدی که در شرک مبتلا هست، برش بگو که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، تو اسراف کردی، زیاده روی کردی، اینی گناه هست، این ظلم بزرگ است. اما باز برش بگو که الله میگه که لا تقنطوا من رحمت الله، امیال اگر تو توبه بکنی الله متعال دروازه توبه را برای تو باز گذاشته. اگر کافر دیدیم، برای می کافر هم امی قسم بگوی که ولو که 60 سال در کفر زندگی کردی،
اگر امی حال هم توبه بکنی و رجوع بکنی از کفرت، بازم الله متعال تواب الرحیم است. از رحمت الله ناامید نشو، خود در رحمت الله داخل بکن. برای انسان‌های مسلمان و پدرها درس است که او پدرها شما ببینید که الله اقدر رحمان الرحیم است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الراحمون یرحمهم الرحمن. فکرتان باشه رحمت الله را مستحقش کی میشه؟ کسایی که مهربان است. سر اولادت مهربان باش، سر دوستت مهربان باش، پدر سر فرزند خود مهربان باشه، فرزند دختر و پسر سر مادر و پدر خود مهربان باشه، شوهر به خانم خود مهربان باشه، خانم بر شوهر خود مهربان باشه، همسایه بر همسایه خود مهربان باشه. و اینمی مهربانی انسان رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ارحموا علی من فی الارض یرحمکم من فی السما. شما رحم بکنین و مهربانی بکنین سر کسایی که اهل زمین هستن، او کسایی که در آسمان هستن سر شما رحم بکنن. الله از فوق عرش بالای تو مهربانی میکنه، ملائکه در آسمان ها بالای تو مهربانی میکنه و همه از اونا برای تو طلب رحمت از بارگاه الله را دعا میکنن. پس ارحموا علی من فی الارض یرحمکم من فی السما. پس اگر میخواهیم که مستحق رحمت الله باشیم، باید قلب مهربان داشته باشیم، برای دیگران مهربان باشیم. بسیار مردم ما و شما مظلوم هستند. اگر شما یک کس را دیدین در شرک مبتلا هست، از مظلومیتش در شرک مبتلا هست، بر از او عالم حقانی موحد پیدا نشده که الله را معرفی بکنه، از او خاطر او رفته به مخلوق، رجوع به مخلوق کرده. تو مهربانی بکن با الفاظ شیرین. الله متعال چی میگه با الفاظ شیرین؟ میگه که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. سعی کنین عبادی بنده های ما گفت از این درس بگی که خالق ما و تو با الفاظ بسیار خوب بنده های خدا یاد میکنه و باز گناهش نامش نمیگیره، بلکه میگه زیاده روی کردن، از لفظ بسیار شیرین برش استعمال میکنه. باز بر از این صفات خدا بیان میکنه که برش میگه که لا تقنطوا من رحمت الله. از رحمت الله ناامید نباش، به این معنا که هیچ وقت تو احساس ناامیدی نکن. الله او را امیدوار میسازه و با صفات خدا میگه که انه هو الغفور الرحیم. الله بخشاینده است، مهربان است. به این شکل برش بفهمان که الله رحمان است، رحیم است و بخشاینده و مهربان است. به اساس مهربانی الله دروازه توبه بروی تو باز است و هر وقتی که توبه بکنی الله توبه تو را میپذیره. خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین.